اکثریت طالبا تاجیک ها هستند، فارسی زبان ها هستند در ولایت های شمالی افغانستان، شمال شرقی افغانستان، مخصوصا بدخشان. در اونجا اکثریت مطلق طالبا فارسی زبان هستن، تاجیک هستن، پشتون نیستن. یک تعداد محدودشان که از پشتون قندهار و هلمند اگر رفته باشن، خب برای رفتن افغان ها از یک ولایت به ولایت دیگه ممانعت قانونی نمیتونه وجود داشته باشه، حتی اخلاقی. افغان است، حق داره در هر ولایت بروه. از نگاه درون افغانستان من میخوایم صحبت بکنم. اما فکر نمی کنی که اینجا در بدخشان بین ازبک ها و تاجک ها این منازعه اصلا آغاز شده؟ به خاطر از این که در اونجا مثلا قاری فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش، یا بدری اگر بگویم لویدرستیز امارت اسلامی تاجک است، نیروهاش تاجک است. تمام اسکر بچه های تروریست های بدخشان یا ابو طالب های بدخشان تاجیک ها هستن، فارسی زبان هستن برادر.